سلام به اهالی یوتیوب. همونطور که میدونید همه میتونن نظر و کامنت بدن، اما هر کسی نمیتونه نقد کنه. یه کسایی میتونن نقد کنن، ولی مثل این که هیچ کس نباید جاج کنه. البته برخی بزرگان در تاریخ معتقد بودن که فقط خدا میتونه جاج کنه و هنوزم خیلی ها از اون جمله معروف Only God can judge me استفاده میکنن که اول از همه من باید این جمله و این بزرگان رو جاج کنم. خب من جمله Only God can judge me رو یه سرچی زدم، هم معنیش رو هم هیستوریش رو، تاریخش رو به زبان انگلیسی. در مورد معنیش که خب چیز خاصی هم جز همینی که میدونیم نیست، فقط یک جاهایی گفته شده که If I believe in God only God can، یعنی اگر من به خدا اعتقاد داشتم تنها داوری قابل استناد برای من داوری خدا بودش. که همینجا ما چی رو میفهمیم که برو دنبال نخودسیا، برو و دیگه هم برای پیدا نشه جاجم نکن، چون کسی که به خدا که اعتقادی نداره که داره. اگر البته منظورت خدای جدید یعنی پول، فقط پول میتونه جاجت کنه که درست میگی، راست میگی، بازم ولی باید بریم دنبال نخودسیا، چون ما نمیتونیم جاج کنیم. تازه اگرم به خدا اعتقاد داشت و خدایی هم بود که داداش من دمت گرم چک میکنی، انقدر جاج میکنی، اصلاح میشن اینا، دمت گرم. در مورد هیستوریش بازم چیز خاصی نیست. ببین ما اینجا پژوهش علمی فلسفی نداریم که اونقدر بخوایم عمیق بشیم تو مسائل و انقدرم که اطلاعات سطحی توی اینترنت ریخته و همونا هم اتفاقا مهمه. چرا؟ چون که مخاطب همین سطح رو میبینه دیگه. ما به عنوان مخاطب اینجوری سرچی میکنیم، اولین یا دومین جوابی که به دستمون برسه معمولا همون دیگه ارضا میکنیم میریم. در مورد هیستوریش یه چند تا سایت همونطور که میبینین آوردم که خب بازم رفتم دیدم چیز خاصی نیست جز همینی که این چرا اینجوری اومده. حالا ما اومدیم نشون بدیم سایتش به هم ریخت به خاطر آی پی ایران احتمالاً. یک سایتی هست به اسم بیل ریزنز، این دلایل بیلکی. ما اینجا میخوایم ببینیم که این بیلکش کجاست دیگه. اوکی، میگه که ما در نقاط مختلف زندگیمون به این جمله برخورد میکنیم، ولی آیا این یک استیتمنت یعنی یک موضع‌گیری، یک گفتار بیلکیه؟ جواب اینه که نه. این بذار اینجا من براتون بزنم. این در واقع ترانه است مربوط به داستان توپک شاکور. داستان توپک شاکور هم که میدونین، حالا اونایی که نمیدونن، یک پادشاهی بوده پیر، قبل از مرگش یک پسری داشته که کور بوده. این میخواسته پادشاهی رو به اون بده، میگه خب من مملکت رو بدم به اینی که کوره که نابود میشه. که یه دروغ خوشمندانه اینجا میگه که پسر من توپکای گنده ای داره. حالا اون موقع نمیگفتن، میگفتن توپک جنم گنده ای داره. آقا هیچی کار کرد دیگه، کار کرد سالها با همون چشم کور ایشون پسرشون پادشاهی کرد، تا اینکه یکی از این خدمتکارا یه بار که همون بود این پسره دیدی میزنه میونه که آقا نقطه است که اصلا هیچی نبود، که میره به همه میگه و بعد همه میگن نه واقعا جدی میگی، میان میبینن میگن راست میگه. که بعد اینجا میرن به روش میارن به پادشاه میگن که آقا هیچی نبود. که اونجا ایشون یک دروغ هوشمندانه عین پدرش میگه که Only God can judge me، یعنی شما نمیبینید اون یه خورده که میبینید یه کوه یخی اون پشته که فقط خدا میبینه، فقط خدا میتونه اندازشو بسنجه، فقط خدا میتونه جاج کنه. همونجا میگن اوکی و میرن در واقع همون نخودسیاه رو اونا میرن دنبال نخودسیاه و داستان به خیر میگذره و یه ترانه هم بعدن راجبش خونده میشه و داستان از این قراره. یعنی ببین شما داری آخرین جمله یک پادشاه کور رو که فهمیدن نداره یعنی ببخشید توپک نداره با خودت تکرار میکنی، بعد به خودت میبالی
باید به خودت بپری. دوستان چیزی رو جاج نکنیم که همه چی کپک میزنه. که چرا بذاریم همون چیزی که هست بمونه؟ اصلا ما برای تصمیم گیری و تغییر به جاج کردن نیاز داریم. البته باید بدونید که جاج هم مثل هر چیز دیگه یه امر نسبیه و مزایا یا مضراتش نسبت به موقعیت و سوژه‌ای که داریم تغییر میکنه. حتی یک سوژه در موقعیت‌های مختلف میتونه جاج خوب یا بد بشه دیگه. بذارید یه مثال براتون بزنم. سینه‌های گنده یک خانم جاج نداره. خب خداوند متعال شیر زیادی برای فرزندش در نظر گرفته دیگه و البته شوهرش. نوش جان همگیشون. شما اگه چشت خورد یه نوش جونتون میگی و رد میشی دیگه. اما اگر اون خانم بیش از حد معمول اقدام به نمایان کردن سینه بزرگ خودش کرد، اینجا دیگه داره میگه judge this bigness, judge my ایشون اصلا چاره‌ای جز جاج برای شما نمیذاره. وقتی با اون آدم مواجه میشی ناخودآگاه میجاجی به خودت و اصلا اول باید تلاش بکنی که از جاجی که افتادی توش خودتو نجات بدی و بگی نه اینطور نیست، حتی طرفت من متوجه نیست. اینا که اگرم متوجه نیست باید توجهش رو جاج کرد. ببین چرا؟ چون نمیتونی توی این دنیا زندگی کنی و ندونی سینه گردونی تو روز روشن چه اثر پروانه‌ای رو مردم شهر میذاره. اصلا هم نمیگیم اینا بده، اتفاقا بیاید همه با هم در بیاریم. اما میخوام همین رو بگم که جاج حتی قبل از این که به وجودش آگاه بشیم اتفاق میفته. همونطور که با تغییر ظاهر داوری‌های زیادی علیه ما تغییر میکنه دیگه و آدم‌های متفاوتی میتونن جذب ما بشن. پس ما بهتره به جای من کردن جاج یاد بگیریم که چی جاج کردن داره چی نداره و کی نباید جاج کنه کی میتونه جاج کنه. واسه همینه که جاجو اینجاست دیگه. ما شوخی اینجا میجاجیم به همه چی. خوب و بد همه چی رو از ماست میکشیم بیرون و جاج خودمون رو میریزیم تو ماستا. گاهی خیلی شوخی گاهی خیلی جدی، ولی هیچ وقت بیمایه نیستیم و قراره چیزای زیادی به شما یاد بدیم. ضمناً ما مریض‌های شوخی و خلاقیتیم. پس اگر اتفاقات غافلگیر کننده در ویدیو افتاد به گیرنده‌های خودتون دست نزنید. اینم یادتون باشه که ما خیلی اهل بازی با کلمه و بازی با همه چی هستیم و اگر احیانا حواسمون نبود با جاییتون بازی کردیم بدونید که کانال ماهیت طنز داره و طرف هیچ کس و هیچ گروهی هم نیست. ما از همه بدمون میاد و از هیچ کس هم بدمون نمیاد.